боиси ифтихор аст ки ҷумҳурии тоҷикистон бо кӯшишу талошҳои фарзандони бонангу баномусаш рӯз то рӯз мешукуфад, обод мегардад. ҳукумати кишвар бошад пайваста бар он талош меварзанд ки барои шаҳрвандони ин кишвари биҳиштосо бахусус насли наврас тамоми шароитҳоро фароҳам оварад. натиҷаи чунин ғамхориҳост ки имрӯз савияи дониш ва ҷаҳонбинии насли наврас афзуда ба дастовардҳо сазовор мегарданд. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, ин аст барномаи навбатии ифтихор аз телевизиони Баҳористон. Ифтихори навбатӣ ин шукронаи исломиён аст ки аллакай ба синни хурдӣ нигоҳ накарда, яъне ба шеърнависӣ оғоз намудааст. Хуб, шукрона ба ин ҷо хуш омадед мегӯем шуморо. саломат бошед. шукрона, чӣ шуморо водор сохт ки масалан рӯ ба ҳамин шеърнависӣ оред? Масалан ба кӣ бештар пайравӣ мекардед? Кадом шеърҳо масалан ба шумо писанд? من در خردسالیم به شعر و شاعری شوق بی‌اندازه داشتم و همیشه شعر و داستان‌های زیادی را از خود می‌نمودم. یکی از این داستان‌های از خود نموده من داستان جان شیرین استاد میرزا ترسونزاده است که من این را در صنف دومیم در 8 سالگیم دهن به دهن برادر و خواهرانم از خود نمودم. و مهر این شاعر بود که من به این راهی پرپیچ‌تاب ایجاد قدمی نخستین خود را گذاشتم. والدان و نزدیکانتون این رو چگونه قبول کردن؟ وقتی که فهمیدن که شما با شعرنویسی آغاز کردید دستگیریتون کردن؟ والدان و نزدیکان من وقتی که فهمیدند من به شعرنویسی آغاز نمودم خیلی خرسند شدم و از این افتخار هم نمودند و با دلگرمی مرا دستگیری نمودند. بیشتر مادرم مرا در این جاده دستگیری زیاد نمودند و هر کمک که پیش می آمد آن کس به من دریغ نمی داشتند و به من همه وقت کمک می رساندند. اولین شعر نوشته شما کدام است و می توانید بهر بینندگان آن را قرائت کنید؟ اولین شعر نوشته من در وصف نوروز است و من آن را می توانم بهر بینندگان قرائت نمایم. گل دختران فاطمه، پیر و جوان فاطمه، در دبستان فاطمه، نوروزتان مبارک. دهه گلگون من پرگلتر می شود، شفق و شادی در وطن پنین انداز می شود. نوروزتان مبارک، نوروزتان مبارک. شکرانه. فتوه این همون دهه‌ای که شما به دنیا آمدید؟ بله. خب اولین شعری که شما نوشتید کی اون رو تحریر کرد و مثلا به شما چگونه بها گذاشتند؟ اولین شعری که من نوشتم این شعر را من اول به مادرم نشان دادم، بعداً به استاد زبان ادبیات مکتبمان اشور نشان دادم که آن کس بهای مرا خوب معلوم کردند و به من بهای خوب دادند. معلمش یک دانشمند ساحه خود است، یک زحمتکش راه دانش است و میخواهد که شاگردانش به مقصد هستند، نشانه از خود داشته باشند، خاطر را با سخن شاد کنند. همین جهت ها دیده می شود. یعنی که شکرانه در زیر تعلیم و تربیت استاد خیلی پیشرفته است و آفریده هایش هم گویانند که استاد برکمال دانشمند دارد، پیوسته ایجادش رو میخواند. شکرانه در سن 9 سالگی با شعرنویسی آغاز کرد و اولین شعرهایی که او مینویست اولین شعرهای او را مادرم مطالعه میکردن، یعنی گویم استادی اولین شکرانه این مادرم هستند. بعد که وقتی که مادرم با من گفتند، با اهل عائله گفتند که شکرانه شعر مینویسد، البته این باعث خرسندی است. ما در اول همه باور نمیکردیم. وقتی که شعرهای او را در دفتر مینویست و میگرفتیم میخوندیم، در حقیقت باور کردیم که او با شعرنویسی شوق و هوس زیاد دارد و ما این شوق و هوس او را همه جانبه دستگیری میکردیم. شکرانه، شما پیروی به کدام شاعری شناخته میکنید؟ کدام مثلا که شعرهای او را خوانید و مثلا به خود باز الهامتون بیشتر گردد؟ من بیشتر به استاد لایق شیرعلی پیروی میکنم، چون که شعرهای استاد به من خیلی پسندند
مادرنامه استاد لایق شیرعلی را من بسیارتر مطالعه میکنم و شعرهای مادرنامه آن کس به من خیلی پسندم و من میخواهم که پیروی با آن کس نمایم. یعنی شما در وصف مادر هم یک چند شعرهای مثلا پرمضمون نوشته اید، اینطور نه؟ بله. مادری خود رو بنهایت دوست می‌دارید چی؟ بله. خیلی خوب. من باوری دارم که وقتی که مادرتون شعرهای شما رو مثلا در وصف خودشون بوده رو قرائت کردن، باز به شما احسن گفتن. میتوانید بهر بینندگان آن رو قرائت کنید، مثلا یکی از شعرهایی که در وصف مادرتون نوشته اید. می نویسم شعرهای جاویدان تا بخوانی مادری شیرین زبان. این همه ایجادهایم بهر تو تا که مانی در بری من جاویدان. شعر گویم مادری جان شاد شب، مادری آبادگذارم شاد شب. من نبگذارم غم استد در دلت تا شود آزرده نازک خاطرت. وانمودم دفتری ایجاد خود با تلاش های زیادی مادرم. تازه دارم دفترم من تا ابد چون که نامی مادرم در دفترم. در صحیفه اولین نامی شما می شود جنبست با نامی شما. ای عزیز و معتبر جان مادرا می کنم من در درونی دیده جا. احسن، تشکر زیاد. خوب، شکرانه. بیشتر شما در کدام موضوع ها شعر می نویسید؟ مثلا نه تنها در موضوع مادر، اینچنین در دیگر موضوع هم به فکرم شعرهای زیاد نوشته اید. من بیشتر در موضوعهای مادر، پدر، پیشوای ملت، صلح و وحدت و تاجیکستان و وطن و غیره ها شعرها می نویسم. اکثر شعرهای شکرانه درباره مادر است. وقتی که انسان پیش از همه درباره محیط خود، درباره محیط خانوادگی بها داده میتواند، یا محبت صمیمی به پدر و مادر دارد و اولین بار دیده کشاده مادر را در سر گواره میبیند، وقتی که دلش به این مشت پر میسوزد، وقتی که مهر و محبت مادر را پاس میدارد، وقتی که نگاه دیگر به زحمت های پدر میدوزد، البته همه میان مثل قطره ها جمع شده یک چشمه و یک رود میشوند که این رود ایجاد است و این جهت ها در ایجاد در هر آفریده شکرانه در کتابهاش بر علا به چشم میخورند. زندگی البته در محیط دهه بسیار شیرین گوارا هست. او درباره دهه خودمان، مثلا دهه فاطمه بسیار شعرها دارد، در وصف وطن، در وصف پدر، مادر، عموما شعرهای شکرانه در همه گونه، در همه جانبه، یعنی شعرهاش وصف می شود. میدونید برادرتون به ما گفت که در وصف برادر هم یک شعر نوشته است و وقتی که او این شعر رو قرائت کرد، باز مهرش نسبت اونی که مثلا شما رو دستگیری کند بیدار شد. این راست است که در وصف برادر هم شعر نوشته اید؟ بله، 4 مصرع در وصف او هم نوشتم. میتوانید قرائت کنید؟ میتوانم. اکا جانم یک تاید، یک تایی به همتاید، کنم حرمت شما را، نگردید از من جدا. البته وقتی که من کتاب خطا نکنم کتاب یکمین اون را خواندم، او در وصف برادر، یعنی در وصف من او شعر نوشته بود. باور کنید اون وقت یک حسیاتی زیاد ما رو فرا گرفت. البته من فخر میکنم که چنین خواهر شاعره دارم و همیشه من با دستگیری او تا حد امکان هست با او یاردمی خود را دریغ نمیدارم. کتاب اولین شما کدام سال چاپ شده است و مثلا چند شعر را در بر میگیرد؟ کتاب اولین من ترنم طبیعت دیار سال 2015 از چاپ برآمد که 36 دانه شعر را در بر میگیرد. خب کتاب دویمتون چی؟ کتاب دویم من هدیه به مادر سال 2016 از چاپ برآمد که 50 دانه شعر را در بر میگیرد. کتاب سوم باشد؟
کتاب سیومم دستگل از کوهسار سال 2017 از چاپ برآمد که از 70 دانه شعر، 26 دانه ربایی و 100 دانه چکیده عبارت است. 3 کتاب چاپ کرده است، 3 کتاب شعر. من با سخنهای گفتنی دارم برای شکرانه. در یگان صحبت واخری حتما اون چی در من است برای بعد میگویم. بغیر از این تلویزیون بچگان بهارستان محفل ادیبان نورست دارد. یگان وقت ما شکرانه را دعوت میکنیم، میخوایم که شعرهایش را خواند. البته اینجا شاعران و شعرشناسان هستند، مثل استاد یوسف جان احمدزاده، جوهره هاشمی، مثل خیراندیش. آنها باز مصلحت ها میتیم. ما میخواهیم که شکرانه یک شاعری بسیار مشهوری ما به مثل فرزانه باشد و شود. شکرانه، از شما باز یک چیز رو پرسیدنیم. شما بغیر از شعرنویسی به حکایه نویسی هم میل و رغبت دارید یا نه؟ من بغیر از شعرنویسی به حکایه نویسی هم شوقی به اندازه دارم و حکایه های زیاده را هم نوشتم. حکایه های من در موضوع های روباه و خروسی دانا، خرسی تنبل و دیگرها را در بر میگیرم. برای شکرانه امروز چی گفتن مهمتر است؟ اول بسیار شعر از یاد کند. کتاب چاپ کردن امروز کار دشوار نیست. ادیبانی هستند که کتاب های زیاد به طبع رساندن لیکن خواندنی نیستند. شکرانه شعر هم نویسد لیکن برابر یک شعر نوشتن 10 شعر خواند و چندی را از یاد کند، هم از کلاسیکان ما هم از ادبیات امروز. بعضا آدم مشغولی نوشتن شده مطالعه را فراموش میکند که این بد است. اگر خطا نکنم استاد عینی فرمودند که برای یک غزل خوب نوشتن 400 غزل عالی را خواندن در کار است. در کدام حالت بیشتر الهام شعرنویسی شما بیدار می شود؟ من بیشتر در آن حالتهای الهامم زیاد می شود که هوای صاف و تازه باشد، در جای سبزه و سبززاران باشم و طبیعت ناتکرار خود را دیده باز الهامم زیادتر می شود. شکرانه، شما بغیر از اونی که مثلا 3 کتاب رو نشر کنید، باز عین زمان همین روزها شعر رو به انجام رسانیدید که حالا کسی آن رو مثلا نخوانده باشد؟ بله، من شعر را نوشتم که کسی حالا نخوانده است و این درباره مادر است و من آن را میتوانم بهر بینندگان قرائت نمایم. مرحمت. از خواب خیزید آوچه جان، یک دم نیشینید آوچه جان، من تشنه گفتارتان، صحبت نماید آوچه جان. این بستری رنج و عذاب، کرد از دلی مادر خراب، دارم شب و روز اضطراب، از دیدگانم نیست خواب. از تاسف گشته لاله رو، تبلتکه دارم جستجو، بر آوچه جانم دم به دم، آرم خوراکی گرم گرم، بر زخمی مادر جانکم، بیده طبابت ای خدا. این تحفه بود برای مادر همینطور نه؟ سلامت باشید. مادر کسی بهیمت باشد، دیداری شریفی او غنیمت باشد. از مخزن پند آن بگیر ارزانی، فردا چی کنی که گنج قیمت باشد. شکرانه که مادرم را خیلی زیاد دوست می دارد. بسیاری شعرهای او در وصف مادر وصف گشته است. تو با امروز چند کتاب رو مطالعه کرده اید و کتابی دوست داشته شما کدام است؟ من تا به امروز کتاب‌های زیاده را مطالعه کردم که از آن جمله قطعه‌ها، غزل‌ها و حکایه‌های دوست داشتنی زیاده بودم و از در بین این کتاب‌های مطالعه کرده من از همه کتابی دوست داشته من کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد که من آن را زیاد دوست می دارم، چون که در درون آن درباره بدی و نیکی انسان بسیار پندها جای داده است و انسان را به راه راست هدایت می سازد.
از میان شعرهای نوشته‌تان بیشتر کدامش برای شما پسند است و میتوانید بهر بینندگان 4 مصرع آن را قرائت کنید؟ در میان شعرهای نوشته من بیشتر شعری پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان به من پسند است. من میتوانم. مرحمت. دورم تو را ما تاجی سر، ای راهبری ما ای پدر، شکرانه میگوید روان، دائم بیماند در امان. دید و درکی که این کودک دارد، شکرانه دارد، گاه از خودش، از فهم خودش بالاتر شعر میگوید. یعنی که با معنی زندگی مهر و محبت فرزندی با پدر و مادر، مهر و محبت بزرگان در دل این کودک جای گرفته است. شعرهای میگوید که در موضوعهای مختلف درباره پدر و مادر، درباره بزرگان دیار، درباره وطن و دیگر معنی قطعی. از اینجا پیداست که اگر او خواننده صنف هفتم باشد، این فهم و درک ایجادش به خواننده که مکتب را ختم کرده است قریب مانند است. اگر پیوسته زحمت کشد، امید است که به قله مقصد میرسد. تصور کنید که یک شعر رو نوشتید، با پررگی به انجام رسانیدید. حسیاتتون چگونه است؟ مثلا خود رو چگونه حس میکنید؟ وقتی که من یک شعر را با پررگی به انجام میرسانم، من را یک حسیاتی شادی فرا میگیرد و من میخواهم که با همین حسیات باز شعرهای تازه به تازه و نو به نو ایجاد کنم و بهر بینندگان و خوانندگان پیشکش نمایم. وقتی که من فهمیدم که شکرانه شعر می نویسد، خیلی خرسند شدم و خواستم که نزد او به دهه رویم. ما به نزد او به دهه رفتیم و بسیاری شعرهای او را خوانده از یاد کردم. مثلا یکی از درباره استاد می باشد: ما می شویم بختیار با استادان دیار، برای ما شاگردان آنها هستند غمگسار، می آموزند به ما هم مهر و وفاداری، هدایت سازند ما را نیکی و نکوکاری. وقتی که نزدیکان یا اینکه دوگانه های شما از شعرنویسی شما آگاه شدند، مثلا نسبت شما چگونه مناسبت کردند؟ وقتی که همسنفان و خوانندگان و دوگانه های من فهمیدند که من شعرنویسی را آغاز نمودم، نسبت من خیلی مناسبت خوب داشتند و میخواستند که آنها هم به مثل من یک شاعره جوان شده به این وطنی صاحب استقلالمان حصه خود را گذارند. از عائله شما ما فهمیدیم که یگان نفر مثلا شاعر یا شاعره نیست، همینطور نه؟ مثلا این جاده رو برای چه شما انتخاب کردید؟ برای آنکه من به شعر و شاعری شفق به اندازه داشتم و همیشه میخواستم که یک شاعر شناخته خلق تاجیک گردم و اینچنین تمام زحمت‌های کشیده مردمان و تمام زیبایی‌های کشور خودم را بر روی دفتری سفید ثبت کنم. در عائله ما کسی شاعر نیست. شکرانه این یک استعداد خدادادی، یک چخیل فهمونم، یک عشق و هوسی همین شعرنویسی در دل این در جوانی در خردسالیش فواره میزد و ببیند که حاضر خود از خود این شعر می نویسد در این سن خردسالیش. این خیلی باعث افتخار است. شعرهای شما را در دوشنبه مثلا کی تحریر میکند؟ شعرهای مرا در دوشنبه شاعر محمد غایب تحریر نموده است. کتاب‌های شکرانه را به شهر آوردند. شاعر شناخته، شاعر معروف محمد غایب شعرهای او را مطالعه کرده، خیلی به او بهای بلند دادند و تکرار کردند که اگر همین شکرانه را به پیش من بیارید، من به شاگردی خودم قبول میکنم و تربیت میکنم. البته که شکرانه که در ده میخواند، البته به این پدر و مادر راضی نگشتند و او عین حال در ده خوانش خود را دوام میدهد. در اتفاق نویسندگان همگان میدونند که خب شعبه نویسندگانی نوقلم است، همینطور نه؟ شما باری هم به آنجا مراجعت کردید یا نه؟ من باره به آنجا مراجعه نکردم
و آرزو دارم که در آینده به آنجا هم مراجعت کنم. آرزو دارم که من بعد با آنها همکاری کنم و در آنجا اعضا شوم. بخش ادبیات کودکان اتفاق نویسندگان تاجیکستان هر روز 1 نفر، 2 نفر، 3، 4، 5 نفر ادیب یا نوقلم رو قبول میکنند. نوقلمان عادتا شعر، حکایت، قصه، چیستان، تزگویی که خود را میارند که ما خوانیم و وظیفه ما است که به آنها مصلحت دهیم و تا جای زور ما میرسد راهنما باشیم. از دهه دوردست کنج کوهستان ناحیه عینی فاطمه که دختری که به فکرم یا در صنف 6 یا در صنف 7 میخواند، برای من بسیار پسند آمدند. اگر یگان وقت گزارش به دوشنبه افتاد، حتما من خواهش میکردم که به شعبه ما مراجعه نماید، یا اگر گزار من به جانب پنجکین تو عینی افتاد، من حتما به دهه فاطمه میدرایم. در چند آزمون ها اشتراک کرده اید و سزاواری جای چندم شده شکرانه؟ من در آزمون انداز از نگاه خوانندگان اشتراک نمودم و سزاواری جای یکم شدم که تحفه های خاطرمان را گرفتم. این چونین افتخارنامه، این چونین سپاسنامه هم گرفتم. خب اینجا میبینیم که شکرانه افتخارنامه های خیلی زیاد دارد. ببینید این چونین در آزمون کتابخوان بهترین که در آنجا سزاواری جای 3 شدم و این هم یک فخر بود برای من. بله، خب باوری داریم که در آینده هم در آزمون ها اشتراک کرده با سزاواری جای های نمونوی می شود. شکرانه، خواننده خود را چگونه دیدن می خواهید؟ یعنی وقتی که شعرهای شما را قرائت می کنند باید چگونه حسیات آنها را فرا گیرد؟ من می خواهم آنهایی را که شعرهای مرا قرائت می نمایند، آن حسیات شادی که مرا فرا می گیرد، آنها را هم همین حسیات فرا گیرد و آنها باز بیشتر شعرهای مرا قرائت نمایند. درباره شاعر و شاعره های جوان چی گفتنی هستید؟ مثلا باید چگونه شعرها را نویسند؟ من درباره شاعر و شاعره های جوان گفتنیم که آنها باید شعرهای نویسند که به فایده جوانان باشد. مثلا شعرهای مادر، پدر، وطن، تاجیکستان و دیگر شعرها نوشته آن را به استادان یا یگان شاعران پیشکش نمایند تا که آنها را تحریر کنند. خیلی خوب، شکرانه. ما که در یعنی کشوری صاحب استقلال تاجیکستان زندگی میکنیم، همین آینده همین کشور زیبایمون رو چگونه دیدن میخواهید؟ من میخواهم آینده کشور خود را از امروزه زیباتر بینم و میخواهم که مردم آسودهش همیشه همین طور زندگی کنند، با سبزه و سبززارهایش و با کوه و گلزارهای دلکشایش دیدن میخواهم. الکی شکرانه خودش رو معرفی کرد که چگونه انسان است، چی میخواهد، در سر چی خیال دارد، در دل چی محبت دارد، همش از ایجادش معلوم است. ما با این نورو، با این ایجادکاری نورو برار میخواهیم، روی سفری خوب ایجادی میخواهیم که از زحمت کشیده او، از عشق قلمی و دیگرها بهره ببرند. آینده مثلا چی نقشه ها دارید؟ میخواهید که مثلا همین جاده انتخاب نموده اتون رو ادامه دهید؟ من در آینده آرزوهای زیاد دارم. در آینده میخواهم مکتب را با بهای اعلی تمام نموده به دانشگاه ملی در شعبه فیلولوژی داخل شوم و اینچنین یک شاعره شناخته تاجیکستان گردم. سلامت باشید. ما هم امید داریم که در آینده برای وطن و ملت خویش باز خدمت‌های شایسته میکنید. بینندگان گرامی، افتخار نوبتی بود شکرانه اسلامیان. خیر، تا نمایش‌های آینده با تلویزیون بهارستان بمانید.